بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. خوبی برادرم، متشکرم. الحمدلله، سلامت باشید. میخواستم با موضوعیت ارتداد صحابه و قصد فدک اگه مرحمت بفرمایید صحبت کنم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم، با جان و دل میشنویم برادر عزیز. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، القاء تفکر ارتداد صحابه رضی الله عنهم از دیرباز در گوشمان زمزمه میشد تا از لابلای آن ثابت کردن خیلی تهمت‌ها امکان پذیر باشد. یعنی اول باید برگشت یاران رسول مکرم از دین آنقدر تکرار شود تا کم کم مردم واقعا بپذیرند که صحابه مکرم رضی الله عنهم از اسلام برگشتند. و این به عنوان یک اصل در مذهب تشیع جا افتاده. اگر به ذهن شما بعد از رحلت پیامبر مکرم تمام صحابه الا 3 نفر همگی مرتد شدند، پس این 1.5 میلیارد مسلمان نوادگان کی هستند؟ وانگهی اگر معلمی از بین 30 تا دانش آموز 25 نفر مردودی داشته باشد، چه جوابی برای مدیر دارد؟ و آیا این نتیجه کارنامه عملی معلم را زیر سوال نمیبرد؟ دوستان، دروغ هر چقدر بیشتر تکرار شود مردم آن را آسانتر میپذیرند. لذا آغاز حرفهای بیهوده و بی اساس شروع شد، من جمله این که صحابه مرتد شدند، خلافت را غصب کردند، ائمه را مسموم کردند، پهلوی فاطمه را شکستند، فدک را غصب کردند و از لابلای این خزعبلات میخواهند بگویند اهل سنت این کارها را کرده اند. نگاهی به این شخصیت‌های متهم از نظر شیعیان خواهیم افکند و شنونده عزیز خودش قضاوت می‌کند. ابوبکر صدیق، شیخ و زعیم قبیله بنی تیم که بیش از 500 نفر را زیر پرچم و تحت لوای خود دارد و ایشان بزرگ خاندان این مجموعه می باشد. اگر ثروت ایشان نبود هجرت به حبشه اصلا میسر نمی‌شد، چرا که عبور از آن صحرای طاقت فرسا بدون خرج و آذوقه خارج از توان انسان بود. و نیز خرید بردگانی که به دین پیامبر ایمان می آوردند و توسط صاحبان خود شکنجه می شدند، آن هم با قیمت چند برابر توسط ابوبکر صدیق انجام می گرفت. و این یار غار نبی مکرم آنها را در راه الله متعال و همیاری دین دوستش آزاد می کرد. پس ایشان نیازی به ثروت و پول نداشت، چرا که دارای تمکین مالی بودند و ایشان نمیتواند به فدک چشم داشته باشد و ایشان با عقل و درایت بسیار بودند. پس صبر میکرد و اگر قرار است فدک به ارث برسد، خواه ناخواه سهمی از این ارث نصیب دخترش عایشه رضی الله عنها که همسر پیامبر بودند میشد و این حق طبیعی را هیچ کس نمیتواند سلب کند. عمر بن الخطاب رضی الله عنه، ایشان به عنوان شخصی که از طرف رسول مکرم به فاروق یعنی جدا کننده حق از باطل ملقب شدند، هیچگاه نمیتواند حق فاطمه را غصب کند. وانگهی دخترش حفصه رضی الله عنها نیز همسر پیامبر بود و این سهم الارث هم شامل حال دخترش میشد. عثمان بن عفان، ایشان از برجوازی قریش بودند، یعنی از اعیان و اشراف بودند و فدک در مقابل دارایی و شوکت ایشان چیزی بیش نیست. پس طمع عثمان رضی الله عنه نسبت به فدک را از مخیله خود 100% پاک کنید. عبدالرحمن بن عوف، ایشان در غزوه تبوک که مسلمانان از ناحیه خرج و مخارج در تنگنا بودند، بسیار به پیامبر مکرم کمک کرد و حتی بعد از وفاتش سهم هر زن از 4 زن ایشان به قولی 8 یا 4000 نخود طلا شد. پس این فرد متمکن و مالدار را به قصد فدک متهم کنید، حماقت و بلاهتی بیش نیست. و هزاران شاگرد مکتب رسول الله که قلم از تألیفش عاجز است. لذا این شاگردان مکتب رسول الله نیازی نداشتند که بخواهند حق دختر معلم خود را غصب کنند. وانگهی اگر فدک قرار است به فاطمه رضی الله عنها به ارث برسد، پس سهم زوجات مکرمه رسول الله از این میراث چه می شود؟ و آیا پیامبر مکرم علیه بالله عادل نیست که به دختری سهم بدهد و دیگر خانواده اش را محروم کند؟ تازه خود پیامبر به ضرس قاطع فرموده اند و این فرموده ایشان متواتر است که نحن لا نورث، یعنی ما چیزی به ارث نمیگذاریم.
و هر آنچه هست به مستمندان و فقرا توزیع خواهد شد. و اگر فدک هده یا هدیه باشد، باز هم عدالت پیامبر مکرم العیاذ بالله زیر سوال می رود. چگونه پدری عادل و منصف که دارای خلق و خوی مثال زدنی باشد که به قول قرآن انک لعلی خلق عظیم، پس این خلق و خوی سرشار از عظمت دل دخترش را خوشحال می کند و دیگر مجموعه خانوادگی را می رنجاند و پیامبر العیاذ بالله نمی داند که حتی باید بوسه و نوازش و تکریم خانوادگی را منصفانه تقسیم کند. اصرار و پافشاری شما بر میراث فاطمه رضی الله عنها برای چیست؟ هم فدک و هم سهم بنی قریظه و هم سهم خیبر را پیامبر برای کسی ارث نگذاشت، کما اینکه گفته شد طبق حدیث صحیح که پیامبر فرمودند نحن معاشر الانبیاء لا نورث، یعنی ما پیامبران چیزی به ارث نمیگذاریم. اما این اموال به عنوان ملک امت اسلامی به صورت چرخشی در دست خلفای راشدین به شیوه اداره کردن و کنترل اموال و نه تملک در اختیار خلفای راشدین بود. پس چرا علی رضی الله عنه وقتی به خلافت رسیدند این سهم الارث همسرش را به ایشان ندادند و حتی پس از علی رضی الله عنه اداره این اموال دست حسن و بعد از آن در دست حسین و پس از آن در دست حسن ابن الحسن و سپس در دست علی ابن الحسین رضی الله عنهم اجمعین بود. پس چرا این مال را بین خود و فامیل خود به عنوان ارث تقسیم نکردند؟ میگویید چون در قرآن گفته شده و ورث سلیمان داوود، یعنی حضرت سلیمان از حضرت داوود علیهم السلام ارث بود، پس فاطمه هم از پدرش ارث گرفته و ادعا دارید که دختری از پدرش ارث گرفته. کجای این عمل شما اهل سنت را ناراحت می کند؟ چیزی از مال و ثروت به فاطمه رضی الله عنها برسد نه تنها ما را ناراحت نمی کند بلکه خیلی هم خوشحال می شویم و خوشحالتر این که این فاطمه در نعمات بهشت یکی از ثروتمندترین و سیدترین نساء بهشت است. اما این دلیل نمی شود آیات قرآن را طبق هواهای نفسانی و شیطانی خود تفسیر کنید. اولا آل یعقوب به تجارت معروف نشدند، آنها به نبوت مشهور و معروفند. در اینجا و ورث سلیمان داوود یعنی وراثت علم و نبوت نه وراثت مال، کما اینکه داوود علیه السلام می‌فرماید علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، یعنی منطق پرندگان را آموزش یافتیم و از هر چیزی ما را نصیبی است. پس اگر الله متعال منطق پرندگان را به آنها آموخته و از هر مال و منال دنیوی آنها را بی نصیب نگردانده، پس اینجا وراثت مال به زعم شما باطل است. وانگهی خیلی طبیعیه که پسر وارث پدرش خواهد بود. پس فایده ذکر آن در قرآن چیست؟ تازه مگر یادتان رفته که در واپسین لحظات عمر مبارک رسول الله پیامبر عظیم الشأن به فاطمه دو موضوع را عنوان نمود که در یکی گریه کردند و در خبر دوم خندیدند. در خبر اول دریافت که پیامبر و پدر بزرگوارش رحلت خواهد نمود و از فقدان ابوی جلیل الشأنشان گریستند و در خبر دوم رسول مکرم به ایشان بشارت دادند که ای فاطمه تو اولین نفر از خانواده هم هستی که به من میپیوندی. پس آیا این فاطمه‌ای که از خبر التحاقش به زودی زود به پیامبر آنقدر خوشحال می شود می آید برای مال و منال دنیا و فدک و زرق و برق دنیوی دعوا کند و مشاجرگر باشد؟ اینها مخلوقاتی هستند که رسیدن به رضوان النعیم برایشان ملاک است و سهم خیبر و بنی قریظه و فدک ذره ایمانشان را متزلزل نمی کند. وانگهی اگر بخواهیم این مال را طبق شارع مقدس اسلام تقسیم بندی کنیم بدین شکل خواهد بود که ورثه در اینجا فرزندان، همسران و اگر فرزندی نباشد اولاترین فرد مذکر و نزدیکترین آنها از لحاظ صلبی و نژادی به رسول مکرم خواهد بود. پس ورثه سه تا خواهند بود. اول فاطمه، دوم همسران پیامبر عظیم الشأن و جناب عباس عموی پیامبر، چرا که در صورت پسر نداشتن وارث سهم الارث به اولا رجل ذکر یعنی نزدیکترین فرد مذکر و درجه یکترین فامیل به وارث تعلق میگیرد که در اینجا عباس عموی پیامبر نزدیکترین صلب و نژاد به پیامبر بودند و هم در قید حیات بودند. پس لو كانت واحده فلها النصف، اگر یکی یک دانه باشد یک دوم ارث به ایشان تعلق میگیرد.
و امهات المؤمنین و زوجات مکرمه طبق قول قرآن که و این کان لکم ولد فلهن الثمن، یعنی اگر وارث فرزندی دارد پس به همسرانش 1/8 تعلق میگیرد و پیامبر مکرم اینجا فاطمه رضی الله عنها را داشتند. پس امهات المؤمنین عایشه، حفصه، جویریه، میمونه و ام حبیبه و بقیه رضی الله عنهن 1/8 بهشان تعلق میگیرد و عم پیامبر جناب عباس تحصیبا و از لحاظ نژاد نزدیک به پیامبر بقیه به ایشان تعلق میگیرد. ای کاش با یک تخت وایت بورد میشد برایتان این قضایا را توضیح داد و یا امنیت جانی بود که به صورت تصویری این سهم الارث را برایتان موشکافی کرد و شما شیعیان عزیز را از خواب غفلتی که خود بدان سالها گرفتار بودیم را بیدار میکرد. آخر شما چرا از عقلی که به سبب آن به شما کرامات انسانی داده شده مدد نمیگیرید و هر آنچه آخوندها به شما غالب میکنند کورکورانه میپذیرید؟ روایت است که در آخرین روزهای عمر مبارک رسول الله الکریم ایشان مادرم عایشه رضی الله عنها را میخواهد و به ایشان میفرماید ای عایشه آن 7 درهمی را که به شما دادم چه کار کردی؟ ایشان میفرماید دارمشون، هنوز پیش من هستند. رسول الله میفرماید ای عایشه آنها را صدقه بده. مادرم عایشه رضی الله عنها به علت مشغولی و پرستاری از رسول الله المکرم در بستر بیماری فراموش کردند 7 درهم را صدقه بدهند. پیامبر عزیزمان پس از پاره وقت در بستر بیماری به خود می آیند، باز به ام المؤمنین عایشه عالیه میفرماید آن 7 درهم را صدقه دادی؟ ایشان میفرماید به علت دلمشغولی برای صحت و سلامت شما فراموش کردم. رسول الله میفرماید آنها را صدقه بده و عایشه علویه محترمه مبادرت به صدقه دادن آنها می نماید. پیامبر دلیل الشأن میفرماید الان بهتر شد. پس پیامبری که راضی به نگهداری مبلغ ناچیزی به اندازه 7 درهم در خانه اش نمی شود چگونه ممکن است سهمش از خیبر یا بنی قریظه و یا فدک را به دخترش فاطمه رضی الله عنها به ارث بگذارد، در صورتی که پیشتر از آن مژده التحاق فوری فرزندش را به خود داده بود؟ آخر شما چرا در تاریخ و روایت و سنت تأمل نمی کنید؟ آخر شما چرا بهانه‌های بنی اسرائیلی میگیرید؟ چرا نسبت‌های دروغ و بهتان‌های بیفایده به خانواده رسول مکرم میبندید؟ چرا به خاطر چند صباح بیشتر زندگی در این دنیای فانی واقعیت‌ها را از ریل خود خارج می‌کنید؟ چرا شیادی و اخلاق شیطانی بیوگرافی شما را تشکیل می‌دهد؟ بیایید برادریتم را ثابت کنید، آن وقت تا دلتان می‌خواهد ارث بگیرید. واقعیت این است که نه ارثی بوده نه میراث و نه فاطمه رضی الله عنها با ابوبکر صدیق مشاجره کرده و از ایشان ناراضی بوده و نه این نارضایتی تا آخرین لحظات عمر مبارکش به قوت خود باقی مانده، چون اصلا نبوده که بخواهد باقی بماند. ای رافضیان، سنگ اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. خشت و آجر اول شما کج گذاشته شده، به فکر دیوار کج خود باشید و از این بهتانها و تهمتها دستتان رو شده و راه به جایی نمیبرید. قضاوت با شما و من الله التوفیق. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از برادر عزیز آقا عثمان. بارک الله فیکم. خدا نگهدارت.